اول سال 2020 مقامات دادستانی ولایت سوخت و زندان رقم 5-3 خوجند که ژورنالیست تاجیک محمد یوسف اسماعیلوف آنجا ادای حکم میکند گفتند که امکان به زندان سکونتی گذرانیدن وجود دارد و تنها مشکل این پرداخت 6000 سامانی همچون جبران ضرر است که در پرونده او ذکر شده است. سردبیر سامانه بامداد میرزای سلیمپور این مبلغ را فرستاد و مولوده رؤوف و خبرنگار آزیا پلوس آن را به خزینه محبس سپرد. اما بعد مقامات بهانه‌های نو به نو پیش آوردند و با گذشت قریب 1 سال از پرداخت ضرر این ژورنالیست تا حالا در زندان باقی میماند. مولوده رؤوف و با وجود آن همه چسب و تلاشی که برای آزادی همکسبش کرد بالاخره به آزادی رسیدن او را ندیده و ماه اکتبر از دنیا گذشت. محمد یوسف اسماعیلوف سال 2013 برای گویا طمع‌جویی و آن به مبلغ همگی 400 سامانی به 11 سال زندان محکوم شده بود. در تاجیکستانی که آدمان پشتشان به قوت میلیون ها می‌دزدند، ژورنالیست را برای همگی 400 سامانی و آن هم به یک اتهام بافته و سوخته به 11 سال زندان محکوم کردند. مهتابی عبدالله و همسر اسماعیلوف میگوید بار زندگی را تنها به سختی و مشقت میکشد. با 200 سامانی نفقه کارناشایم شوهرش و دستمزد کارهای موقتی روز میگذراند. بیکار، سرسان و سرگردان دستنگر مردم شدیم. یک کمی ارد و روغن میجد یک ثواب طلب، کمی برنج و نان، مگر میشود این روز زندگی گفت.